بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی بنابر پیش اومدن مشکلی فنی و یا به اصطلاح دیگر تکنیکی ما مجبور شدیم که پخش مستقیم قبل رو قطع کنیم و من باری دیگر برای شما درود میفرستم. اگر ما رو خوب میشنوید فکر میکنم تو چند دقیقه دیگر هم میتوانید خبرها رو از من بشنوید. من شالو گل خوجا هستم و امروز پنجشنبه است 20 ایون و با سپاس از یک شما عزیزان که هر صبح خبرها رو از آزادی ویدیو منتظر میشید. خوب امروز در پراگ هوای ابری و تا اندازه بارانی در نظر است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 29 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا آفتابی و تا 27 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ امروز هوا ابری است و 28 درجه گرم می شود. در دوشنبه هوا کم ابر و ببارش خواهد بود. در دوام روز گرمی به 34 درجه می رسد. دو منصبداری بلندپایه اجنسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغد از وظیفه‌هایشان برکنار و از خدمت در این نهاد رانده شدند. میرزا رفشان سنگین‌زاده سردار ریاست اجنسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغد و شریف نعمت‌زاده معاون سردار شعبه اجنسی در زرافشان رسما برای کردار غیر آیین‌آمیز متهمند. تا کنون نظر این دو نفر و نزدیکان آنها به این مسئله دسترس نیست. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 19 ایون در بیانیه تو گفت فعالیت میرزا رفشان سنگین‌زاده و شریف نعمت‌زاده بر اساس شکایت صاحبکار اوکراینی ویتالی کاستیوک تحقیق می شود. نسبت به رفتار شخصانی مذکور که عین زمان از جانب مقامات صلاحیت دار تفتیش می گردد بهای حقوقی می دهند گفته شده است در بیانیه. ویتالی کاستیوک صاحبکار اوکراینی روز 4 ایونی امسال در مراجعه‌نامه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آن شکایت کرد که آخر ماه می هنگام بازگشت از کشور در نزدیکی مرز پنجکند با سمرقند از طرف ماموران اجنسی مبارزه با مواد مخدر به اساس گفتگو و بازپرسی شده است. و نوشت او را بعداً از پنجکند و خوجند برده در آنجا نیز 4 ساعت بازپرسی کرده. این صاحبکار اوکراینی گفته بود با نیت سرمایه‌گذاری به تاجیکستان آمد، ولی بعد از آن که پیشنهاد بعضی افراد بلندپایه را برای همکاری با آنها نپذیرفت به چنین مشکل دچار شد. ویتالی کاستیوک در مراجعه‌نامه خود نوشته بود اگر در کشور شما چنین حالت معیار قانون باشد ببخشید ولی پایم رو به چنین کشور نمیمونم. بینندگان عزیز در دوام روز ما حتما به این موضوع برمیگردیم و تفصیلات بیشتر رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. 3 نفر تا 15 ساله که وارد گوشه ممنوع دریای سیر شده بنابر چقوری زیاد نتوانستند آبازی کنند و در حالت غرق شدن بودند نجات داده شدند. دفتر مطبوعات خدمات حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 19 می به رادیو زودی گفت حادثه روز سه‌شنبه رخ داد و با گاهی سری وقتی نجات بخشا آنها را از میانه دریا به ساحل برآورده کمک اولیه طبی رساندند. این 3 نفر بابو جانوف امانجان سال تولدش 2002 عبدالحفیظ و شومیرزویف امان ساکنان شهر خوجند بودند. به خاطر جلوگیری از احتمال غرق شدن ساکنان تاجیکستان متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده در ساحل دریای سیر نوبتداری همه روزه را به راه مانده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر به شهروندان مراجعه می‌کند که هنگام آبازی و استراحت در ساحل دریا به کودکان و خردسالان توجه نمایند. امریکا ابنامه 4 نفر در رابطه با سرنگون نمودن هواپیمای شرکت مالایزیا را قدم مهمی در جستجوی حقیقت نامیده است. در اظهاراتی که کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو 19 ایون نشر کرد از روسیه دعوت شده است که به تقاضای سازمان ملل متحد احترام قائل شده کفالت دهد که افراد متهم که فعلا در روسیه میباشند در مقابل عدالت قرار بگیرند. دوستان هلند گفت 3 شهروند روسیه و 1 شهروند اوکراین با اتهام کشتار و دست داشتن در حمله موشکی به هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین به جوابگاری کشیده خواهند شد. در نتیجه سقوط هواپیمایی که از شهر آمستردام به کوالالامپور پرواز میکرد 298 نفر کشته شدند. حادثه 17 ایولی سال 2014 اتفاق افتاد. فرید وستربک دوستان کل هلند روز 19 ایون گفت ما نام و عکس آنها را آشکار میکنیم. این 4 نفر ایگور گیرکین، سرگئی دوبینسکی، الگ پولاتوف و لیانید خارچنکو هستند. آنها در روی خط ملی و بین‌المللی جستجو قرار میگیرند. گروه مشترک تحقیقاتی سال 2016 اعلام کرده بود که شبکه موشکی بوک رو که هواپیمای مسافربری مالایزیا با کمک آن زده شد از روسیه آورده. روسیه دست داشتنش را در این حادثه انکار میکند. مسکو در این فاجعه دیگران از جمله اوکراین و اداره استخبارات آمریکا را متهم میداند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز
19 ایون گفت با خلاصه های گروه مشترک تحقیقات روزی نیست. با گفته او به روسیه امکان ندادند که در جریان تحقیقات اشتراک کند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان به تحقیق بین‌المللی مرگ پرزیدنت پیشین مصر محمد مرسی دعوت کرد. مرسی هنگام بررسی پرونده خیانت به دولت خود روز دوشنبه در دادگاه جان داد. اردوغان گفت تمام تلاشش را میکند تا سبب‌های مرگ محمد مرسی در سطح بین‌المللی از جمله از سوی کمیسر عالی حقوق انسان سازمان ملل متحد تحقیق کرده شود. مرسی 20 دقیقه در روی فرش تالار دادگاه خوابیده است و کسی هم نتوانسته است به او کمک کند. مرسی را کشتند، اظهار داشت پرزیدنت ترکیه. وزیر امور خارجه مصر احمد حفیظ روز چهارشنبه این سخنها را انتقاد کرد، ولی دقیق نگفت که سخن از رهبری ترکیه می رود. او سخنهای اردوغان را تلاش سیاسی سازی مرگ طبیعی محمد مرسی نامید. محمد مرسی 67 ساله از رهبران اساسی اخوان المسلمین، یکی از سازمان‌های اسلامی ممنوع در مصر بود. او را بعد یک سال ریاست جمهوری در مصر در سال 2013 بعد تظاهرات عظیم مردمی ارتش کشور برکنار نمود. دیروز در پارلمانت افغانستان زد و خورده میان وکیلان مردمی در مسئله انتخاب رئیس مجلس پایانی جای داشت. یک گروه وکیلان میز و کرسی ها را چپه کرده و امکان ندادند رئیس مجلس صاحب کار میر رحمان رحمانی به کرسیش نشیند. بر پایه آوازدهی که 18 ایون دایر شد، رحمانی رقیبش کمال ناصر اصولی را شکست داده رئیس انتخاب شد، ولی اصولی ناکامیش را اعتراف نکرد. انتخابات عمومی ماه اکتبر سال 2018 افغانستان با مشکل‌های زیاد امنیتی و تشکیلی برگزار شده بود. نتیجه های آن در ماه می 7 ماه پس از برگزاری انتخابات اعلان شدند. از آن زمان به این طرف والیسی جرگه کوشش دارد رئیسش را انتخاب کند. دیروز اختلاف در مسئله حساب آوازها باعث برخورد شده بود. گزارش در این باره در آزادی ویدیو گذاشته شده است و تا این دم آن را 20,000 نفری شما بینندگان عزیز تماشا کردید. رئیس دادگاه عالی پاکستان میگوید در این کشور بیش از 1,000 دادگاه برای محاکمه خشونت بر ضد زنان تأسیس می‌یابد. 19 ایون آصف سید خوسه توسط تلویزیون دولتی ابراز داشت که در این دادگاه‌ها مخصوص به قربانی‌ها امکان داده می‌شود که بدون خوف و خطر و قصاص عرض خود را بگویند. خوسه گفته است که 1,016 دادگاه خشونت بر ضد زنان پایه‌گذاری می‌شود که یعنی به هر یک ناحیه یک دادگاه خاص راست می‌آید. و بینندگان عزیز، اگر می‌خواهید خبر و عکس العمل شما در برنامه خبری رادیو زودی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همون در خدمت شما عزیزان است. شماره تلفن ما +420 724 056 681 می باشد. این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت تلفنی طوری که ما دائم برای شما میگیم. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم بینندگان عزیز، برای پیدا نمودن تفصیلات ما با شما تماس میگیریم. از این بابت تابوت موجان ازبک با پول دولت از روسیه آورده می شوند. در این باره وزیر مناسبت‌های مهنتی و شغل اهالی ازبکستان شهرزاد کودبیف 18 ایون در یک نشست خبری اطلاع داد. پیشتر ازبکستانی ها از پرزیدنت شوکت میرزیویف خواستند جسد مهاجران به وطن رایگان انتقال داده شود. من دستور دادم که رسمیت انتقال جسد شهروندان ازبکستان را به وطن آسان کنند. پیشتر از نزدیکان 17 نسخه پتنت پرداخت‌های انداز را طلب می‌کردیم که حالا این قاعده بیکار کرده شد و دولت همه خرج انتقال جسدها را به کشور بر ذمه میگیرد. اقتباس آوردن رسانه‌ها از سخنان کودبیف. به گفته شهرزاد کودبیف، نهادی زیر رهبری او همچنین آماده است ازبکستانی‌های را به وطن بیاورد که در مرکزهای نگهداری شهروندان خارجی در روسیه قرار دارند. و بازم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه اظهارات پخش نموده گفته است که تاجیکستان آمادگی‌ها به نشست نوبتی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای را که سال 2021 برگزار می‌شود شروع کرده است. طبق نامه این سازمان در نشست ماه ایون رهبری دوری از قرقیزستان به روسیه گذشت. در سال 2020 باشد از روسیه به تاجیکستان می‌گذرد. کمیته خاص زیر رهبری سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده در شهر دوشنبه تأسیس یافته است که چاره‌بینی‌های خاص برای نشست سران کشورها را تحریزی و اجرا خواهد کرد. جای یادآوری است که سال 2021 سازمان همکاری شانگهای 20 ساله خواهد شد. وزارت کار خارجه تاجیکستان میگوید اثنای رهبری دوره تاجیکستان توجه را به نظم و ثبات و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی و بشردوستانه جلب خواهد کرد. در سازمان همکاری‌های شانگهای هندوستان، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو کامل بوده. افغانستان
ترکمنستان، ایران، مغولستان، بلاروس با حیث نظیر پذیرفته شدند. بر علاوه ترکیه، شریلانکا، ارمنستان، آذربایجان، کامبوجا و نپال همچون شریک مکالمه با سازمان همکاری‌های شانگهای قبول گردیدند. کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تالکو نهایت انتظاری بسیار ساله خود را برآورده ساخت. با مبلغ‌گذاری یک شرکت دولتی چین در دوام 2 سال آینده این کارخانه نوسازی می شود. سازشنامه‌ای که ماه اپریل امسال در پکین امضا شد روز 15 میلیون در ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه به تصویب رسید. سند میان تالکو و شرکت چین میشنری انجینیرینگ کارپوریشن 545 میلیون دلار ارزش داشته. برقرارسازی خط استیصال آلومینی را در حجم 300,000 تن در سال پیش بینی می‌کند. این سازشنامه یکی از مهمترین دستاوردهای تاجیکستان در بخش نوی همکاری‌ها با چین است که کارآفریننده اساسی تاجیکستان و سرمایه‌گذاری مهم کشور میباشد. حجم عمومی قرض‌های بیرونی تاجیکستان تا ماه اپریل امسال 2 میلیارد و 915 میلیون دلار حساب شده. 80% آن مربوط به چین است. سازشنامه با بودجه هنگفت مثل بسیار شرطنامه‌های دیگری همکاری با چین سال‌هایی را در زمینه شرط و شروط این سازش و بازه تاجیکستان ایجاد می‌کند. الحال روشن نیست که طرف چین در عوض چنین سرمایه‌گذاری به نوسازی تالکو چه خواهد گرفت، محصولات یا نظارت به کار کارخانه. کارشناسان مسئله را پورا تحلیل کردن نمی‌توانند چون شرط‌های سازش حال اعلان نشدند. آلومینی در برابر نرخ پخته یکی از محصولات مهم صادراتی تاجیکستان به شمار می رود، ولی سالهای اخیر نرخ آن در بازار جهانی کاهش می یابد. در شرکت تالکو میگویند درآمد کارخانه آلومینی سال 2018 همگی 18 میلیون دلار را تشکیل داده است که در سطح جمهوری ناچیز است. از کاهش درآمد کارخانه پرزیدنت امالی رحمان هم در جلسه نتیجه گیری سال 2018 انتقاد کرده بود. و بینندگان عزیز در پایان صحبت نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1.943 درهم، 1 یورو 10.57 درهم و 1000 روبل روسی برابر است با 147.40 درهم. با سپاس به یکایک شما برای توجه. شما را در بخش مستقیم بعدی در جریان روز منتظر می‌شویم.